پاس عالی به سمت چپ ولی قائدی روی پای راستش زمینشو فرستاد روی دروازه، یک ضربه ایستاد این واسه بیمان بازیکن استقلال میکوبه اونجا فرجی به باقری و توی دروازه باز شد، مطهری گل زده روی تاثیرگذاری خوب فرشید باقری دروازه پرسپولیس باز شد. نصفه آبی ورزشگاه رو هواست و خوشحالی طرفداری استقلال در ورزشگاه شاهد هست. یه دونه به تیر، دومی به توپ. ببینیم با هم صحنه آهسته. اولی اینجا به تیر. 3-4 تا بازیکن بودن، فرشید باقری زد، مطهری با یه بغل توپ تموم. استقلال 1 پرسپولیس 0. تو مرحله 1/4 مقابل سپاهان هنوز مشخص نیست و پرسپولیس از صد شهرداری ماهشهر تو این مرحله گذشته. قائدی کوتاه فرستاد و این گل دوم به راحتی دفاع جامون. پاس عالی قائدی و 2 گله میکنه استقلال خودش رو با ارسلان مطهری. استقلال 2 پرسپولیس 1. چقدر دفاعشون راحت جامون. نبود شجاع خلفزاده کاملا به چشم میاد در این مسابقه. قائدی به هم ریخت و مطهری تموم کرد. از قائدی شروع شد همه چی. اول کمال کامیابی دیابو شیرین رو جا گذاشت، بعدم کنعانی رو اینجا نتونست با پاس خوبی که داد تو خط دفاعی مؤثر نشون بده بود دروازه پرسپولیس اینجا باش. داور مسابقه رضا کرمانشاهیه، کمک آرمان اسعدی و تورج محمدی، داور چهارم حسن یوسفی، داوران کنار دروازه بیژن حیدری و وحید کاظمی هستند. ناظر ویژه مسابقه هم فریدون اصفهانیانه. همینجا گل در همین ابتدای کار، در حالی که اسامی رو عرض می‌کردم تیم استقلال به گل میرسه و نتیجه رو 1-0 میکنه. یکی از سریع‌ترین گل‌های شهرآورد تهران رو به ثمر میرسونند استقلالی‌ها و اینجا نتیجه رو به حساب 1-0 میرسونند. یحیی محمدی حامد لک بالاخره دروازه‌اش باز میشه. صحنه گل حالا حتما خواهیم دید. بعید به نظر میرسید که این مسابقه حساس که این لحظات گل داشته باشه. حالا یک بار این نگاه کنیم اشتباه خط دفاعی پرسپولیس، این ضربه و توپ توی دروازه جا میگیره و نتیجه 1-0 میشه. در صدر جدوله. حالا یه فرصت بذارید صحنه رو ببینیم، یا موقعیت و گل. اینجا نگاه کنیم صحنه رو. بدین ترتیب دروازه پرسپولیس باز میشه. این حرکت اینجا ارسلان یه انقدر مدافعان پرسپولیس کمن و خوب دفاع نمیکنن که حتی میتونه برگرده عقب‌تر و بعد توپو بزنه و بدین ترتیب دروازه باز میشه و نتیجه 2-1 برای استقلال میشه. دوباره بازی شروع میشه، بلافاصله میتونن سانت بکنن، این کارو نکردن. حالا به محوطه جریمه یه سال از اونور یه ضربه و گل مساوی برای تیم استقلال به ثمر میرسه و روزبه چشمی میزنه این گل رو. و حالا عصبانیت او تبدیل به این حرکت. بازی خوب، حرکات خوب و حالا گل‌های خوب از بازیکنان هر دو تیم. هر دو هم با ضربه سر به ثمر رسیده. نگاه کنید با این حرکت. توی باکس حریف ایجاد بکنه، حالا میفرستن توپ رو به روی دروازه، این ضربه سر و توی دروازه عجیبه ولی باور کردنی ظاهرا. ثانیه پایانی کی گل زد؟ استقلال 1 پرسپولیس 1. این بازی قصد تموم شدن نداره، فینال ادامه پیدا میکنه. بهزاد غلامپور نشون میده خیلی هم مصدوم نیست. چه گلی رو خورد بیرانوند، چه لحظه ای. پرسپولیس 1 استقلال 1. یک بار دیگه ببینید این ضربه سر به حساب کار رو 1-0 میکنه. مرادمند مدافع پیشتاخته بسیار مختصر و مفید این فصل بازی کرده محمد حسین مرادمند، اما این سومین گلشه به نظرم داره میزنه.